برای زدن فنر هلیکوئل شما به چند تا چیز توجه بکنید. اول و مهمتر از همه گام پیچه و سایز پیچه. سایز پیچ که دیگه حالا اگه چشتون عادت داشته باشه سایز دقیقا میتونید تشخیص بدید. این پیچ الان 10، گامش هم 1.5. بعد قلاویزتون هم قلاویز هلیکوئل باشه کارتون خیلی تمیزتر راه میفته. الان این برای پیچ M10 گام 1.5 که میتونید شما انجام بدید. یه مقدار به اینجا یه مقدار نه زیاد نه کم به اینجا روغن بزنید کارتون که هم ابزارتون آسیب نبینه هم کارتون سریعتر و تمیزتر پیش بره. دومین چیزی هم که هستش باید دقت بکنید تو این کار فقط و فقط اینه که دستتون رو صاف بگیرید توی انجام دادن کارتون. دست صاف که باشه خود ابزار شروع میکنه به حرکت کردن توی کار. اگر دیدید که خیلی سفت شد قلاویز دیگه به راحت حرکت نمیکنه یک بار باز کنید دوباره ادامه بدید. ولی اگه ندیدید که روون داره حرکت میکنه و جلو میره ادامه بدید. نیازی هم نیست که کامل واسه هلیکوئل زدن از اون طرف خارج بشه. فقط اندازه خود فنر حتما مسیرش درست بشه. اولوش فکر میکنم خودش 1 سانت 2-3 میل باشه. یه درای چایی بازش میکنیم. باد میگیریم پلیسه هاش خارج بشه. خود هلیکوئلمونم روغن کاری میکنیم. حالا بهتر اینه که اینجا اگر که داشته باشین چسب لاکتایت به این بزنید که زمان باز شدن با پیچ باز نشه. حالا باشه انجام بدین خیلی کارتون تمیزتر و بهتر انجام میشه. یه پیشگوشتی حالا ابزارش هست میتونید یه پیشگوشتی بردارید به این شکل کلش یه چاک بدید که اینجا این فنر رو بگیره ببندید و در انتها این ضامن اینجا جا داره میزنید میشکنه و کارتون تکمیل میشه. دقت کنید تا به جایی که هست نیاز دارید نرسیده طوری زور نزنید که ضامنه بشکنه. ضامنه بشکنه دیگه اون موقع این فنرتون به درد نمیخوره. بعد درش بیارید یه فنر دیگه جاش بندازید. بچرخونینم زیادم پایین نیاز نیست بره. همین که با کارتون هم سطح بشه
کفایت میکنه. اینجا با کار هم ست شد، تمام. یه فشار، زامن شکست. حالا راحت میتونید کارتون رو انجام بدید.